مهمترین چالش من که فیلترینگه، خب که چون وقتمون رو تو طول روز تلف میکنه. این اتوت به اینترنت وصل میشه. با اون گفت اصلا من نمیفهم چی میگی. در صورتی که این رو اگر به زبان دیگری میگفتیم، اسمارت هوم خیلی کار کردش برای پدر مادر ما بیشتره تا اسنپ تپسی، تا پلتفرمی. یادمه حامد خیلی قیمت بالایی بود. الان مزنه چنده؟ حالا ما آخرین قیمتی که شنیده بودیم توی مزایده گذاشته بودن 2500 میلیارد بود که ارزش گذاری هم توسط کارشناس دادگستری بود. به نام خدا، سلام، من آرش سروری هستم. اینجا کارخونه نوآوری آزادیه و قراره که در قسمت اول فصل جدید ایده پردازان کارخونه نوآوری آزادی و کلی کسب و کاری که اینجاست رو پوشش بدیم، گفتگو کنیم. هدفمون بیشتر آموزش، فرهنگ‌سازی، انتقال تجربه است، بررسی چالش‌ها و راهکارهای پیشنهادی و آینده‌نگری و چشم‌اندازه. دعوت می‌کنم حتما این قسمت همراه ما باشید. از زاویه شروع می‌کنیم و هم‌آوا میریم به ویکست و کارا و سری میزنیم به پلنت و 78 و دیجینکس. همراه من آرش سروری در این برنامه باشید. اولین بخشی که در کارخانه نوآوری آزادی بهش برمیخوریم کارخانه نوآوری هم‌آوا هست. با دو تا مدیران مجموعه هم‌آوا می‌خوایم با هم صحبت کنیم که به چه شکلی هست، هم‌آوا داره چیکار میکنه و چه اتفاقاتی رقم میزنه. حامد انتظاریان و سهیل عباسی با منم. به هر دو سلام میکنم. سلام علیکم. روز بخیر. حامد جان، اگه موافقی از تاریخچه بگو. اصلا شاید قبل از کارخانه نوآوری آزادی در واقع هم‌آوا بوده و چه اتفاقاتی رقم خورده در این سال‌ها. در مورد کارخانه نوآوری هم‌آوا جان، سال 97 مجموعه هم‌آوا شکل میگیره از ادغام دو تا شتاب دهنده به نام آواتک که اولین شتاب دهنده بوده تو ایران و شزان و مجموعه نوآوا که ارائه دهنده خدمات به تیم‌های استارتاپی و شرکت‌ها و کسب و کارهای نوپا بوده. هم‌آوا به وجود میاد تو سال 97 و با رویکردی که از سمت سهامداران هم‌آوا بلخص سراوا به هم‌آوا مأموریت داده میشه، ساخت و بهره برداری از کارخونه نوآوری آزادی هستش که توسط هم‌آوا با طراحی و رویکردی که توی اون موقع سراوا داشته موضوع کارخونه شکل میگیره. با هزینه کرده هم‌آوا کارخونه ساخته میشه. بعد دوستان پارک به ما اضافه شدن و یه شراکتی رو با هم دیگه اینجا شروع کردیم و تونستیم الان دیگه 7 ساله داره ادامه پیدا کرده و داره توی این مجموعه فعالیت میکنه. و شما یادمه حالا صحبت کردیم اگر مجموعه ها به خصوص صنعتی‌ها بخوان مرکز نوآوری را بندازن میتونید کمکشون کنید. بله، من اینم اضافه کنم. البته ما در کنار این فضای کار اشتراکی زاویه هم که از به حال سالها فعال بوده داشتیم و اینو آپریت کردیم. یکی از اولین فضاهای کار اشتراکی بوده که در کشور شکل گرفته و خوشبختانه الان خیلی شرطش خوبه، فضا کاملا پره. یه تغییر جالبی هم اونجا دادیم که احساس می‌کنیم یه ذره متفاوتش کردیم نسبت به فضای کار اشتراکی دیگه. اینکه ما رو کامیونیتی اونجا خیلی کار کردیم، یعنی یک تغییری دادیم، کامیونیتی رو وارد اون فضا کردیم و هدفمون همیشه این بوده که ما از شیرد ورکینگ اسپیس یا فضای کاری که مشترک بین آدم‌ها تبدیلش بکنیم به کوورک، فضایی که میشه با کار مشترک کرد، اثر مشترک خلق کرد. عالی. اینم به حال بوده. همونطوری هم که اشاره کردی اون بحث سرویس ها رو هم به شرکت‌ها و صنایع بزرگ ارائه می‌کنیم، مخصوصا در این قانون جهش دانش بنیان و اینا هم که تصویب شده خیلی میتونه تو این حوزه کمک کنه. اما آقای انتظاریان، وقتی در واقع بحث کارخونه میشه، خب یه چالشی که شاید به خصوص 1-2 سال اخیر داشتیم خود اجاره و فضا بوده که یه مقدار ریسک بوده، یه مقدار در واقع تهدید بوده، ولی خب خدا رو شکر حالا فکر کنم تا آخر سال حداقل این فرصت تامین شد. این شرایط چجور مدیریت کردید؟ حالا به هر حال کسی که صاحب ملکه ملکش نیاز داره، ولی خب اینجا جاییه که یه جوری اکوسیستم شروع شد و شاید نقطه امیدی باشه برای جوان‌ها و شاید تغییر یا جابجاییش خیلی سخت باشه. همونجوری خودتون اشاره کردید چون سال 1400
ما مواجه شدیم با حکم تخلیه آما که حالا به خاطر سری از اتفاقاتی بود که درون مجموعه رخ داده بود، درون مجموعه خود کارخونه نوآوری آزادی، مذاکرات اشتباهی که صورت گرفته بود توسط یه سری از بهره بردارا، ولی تونستیم با کمک و همراهی پارک به یه زبون مشترک و مجموعه آما برسیم و یه فهم مشترکی از کاری که اینجا انجام میشه رو پیدا کنیم و ادامه مسیر رو تعریف کنیم و توی این اتفاق هم مجموعه آما فوق‌العاده همراهی کرد، هیئت مدیرشون فوق‌العاده همراهی کردن، تونستیم شرایط رو به گونه‌ای جلو ببریم که حالا برای سال 1402 که انتهاش بودیم و کامل سال 1403 به یه قراردادی برسیم. تلاشمون هم کردیم که فضا رو باز نگه داریم، آما هم کمک کنه بتونیم برای یکی دو سال دیگه حداقل فضا رو داشته باشیم. ولی هدفی که داریم و مجموعه پارک دنبال می‌کنیم واقعا خریدن کارخونه است، چون به خاطر قیمت ملک که هر روز داره رشد عجیب و غریبی پیدا میکنه، برای کسب و کار نوپا منطقی دیگه نداره حضور توی این فضاها به خاطر قیمت خیلی بالا. ما داریم تلاش میکنیم که مسیر رو ببریم به سمت خرید کارخونه، اگر شد با مدل هایی که دوستان توی حاکمیت و توی پارک دارن میبرن جلو، اگر نشد با همکاری و مشارکت دوستان برای تشکیل صندوق و خرید کارخونه بتونیم این کار رو انجام بدیم. یادمه حامد خیلی قیمت بالایی بود، الان مزنه چنده؟ والا ما آخرین قیمتی که شنیده بودیم توی مزاده گذاشته بودن 2500 میلیارد بود که ارزش گذاری هم توسط کارشناس دادگستری بود. مثل که کسی هم نیومد با این عددی، من اینجوری شنیدم. مزایدهشون موفق نشد و به خاطر دلیلش هم به خاطر همینی بود که خب یه سری از آدم‌ها درک دارن که واقعا این فضایی که الان اینجا شکل گرفته یه فضاییه که یه سری جوان توش فعالیت دارن میکنن و خیلی سخته که این اتفاقا بخواد شکل بگیره. خود آما هم واقعیتش دنبال این هستش که اینجا رو به خود کارخونه واگذار کنه، ولی به هر حال آما هم یه شرکت تقریبا خصوصیه ولی سهامداری عامه، سهامدار خصوصی داره و دنبال توسعه خودش هست و به خاطر اینکه توسعه‌اش انجام بده نیاز داره به تامین منابع که خب الان یه منبع خوبی هم ملک کارخونه است. ولی ما هم تو هماوا تنها به کارخونه فکر نمی‌کنیم، ما داریم تو هماوا تلاش می‌کنیم. شاید فکر می‌کنم تا کمتر از یک ماه دیگه ما دوم شعبه زاویه رو هم افتتاح کنیم و بتونیم کارمون رو توسعه بدیم، چون ما نگاهمون این هستش که توی همه جا باید فضاهایی مدل کارخونه شکل بگیره، بتونه جوونا رو بیاره سمت خودش و اتفاقات خوبی رو وجود بیاره. شعبه 2 مشخص شده کجاست؟ مشخص شده امضا کنیم قرارداد رو نمایی میکنیم، ولی یه جایی تهران. نه تهران نیست. خب بس باحال، یعنی 2.5 همت میشه در واقع ارزش این. بله 2.5 همت قیمت پارساله. تازه آره اگه خریده بودیم الان سود کرد. آمار بخوای به اون بدی حامد از خود کارخونه، حالا یه زمانی بود که میگفتن 2-3 هزار نفر اینجا میان میرن و رفت آمد دارن، مجموعه‌ای که هستن، آمارایی که دستت چیاست؟ در مورد سوالی هم که کردین، ببین کارخونه الان حدود 3000 تا 4000 نفر تو روز تردد داره توش. اون خیلی جذابه. من فکر می‌کنم تو فضای خود هماوا توی قسمتی که خود هماوا هستش روزانه تقریبا نزدیک 700 نفر حضور دارن و دارن کار میکنن. همین جوری هم تو بقیه فضا. کارخونه از لحاظ انباشت نیروی انسانی بی‌نهایت فضای مساعدی داره. ولی خب ما یه اتفاقی رو هم که سهیل شرکت داریم تو کارخونه به وجود میاریم، داریم ایونت‌های مشترک بین فضاها برگزار میکنیم. خیلی برام مهمه این حضوری که از آدم‌ها هستش با یه سینرژی مضاعفی تبدیل بشه به یه اتفاق بزرگتر، یه اتفاق بهتر که بتونیم آدم‌ها رو به هم دیگه نزدیک کنیم، یه کامیونیتی بزرگتر ایجاد کنیم و همه رو بیاریم در کنار هم دیگه. سهیل به نظرت حالا به اون آخرین سوال، شرایط برون رفت از این چالش‌ها چی هست؟ پویاتر شدن؟ آیا تغییر دولت و اومدن دکتر مسعود پزشکیان میتونه تاثیرگذار باشه یا نه؟ ما باید رو پای خودمون وایسیم و اتکا کنیم و کارهای دیگه انجام بدیم. ببین به نظر من ما باید یه واقع‌گرایی مفرطی رو در ذهن داشته باشیم. به هر حال ببینیم که حالا دکتر پزشکیان معجزه که نمیتونه بکنه در یه شب. اگه کاری هم بخواد انجام بده زمان بره. اینو باید بپذیریم. امیدوارم حالا زمانی که ما برنامه ضبط کنیم هنوز تیمشون چیده نشده، تیم واقعا جوان، پویا و فعالی رو بچینن. امیدواریم. ما خیلی اتفاقا امیدواریم که حالا به هر حال با تجربه زحماتی که مدیران قبلی در جای‌های مختلف که با اکوسیستم مرتبط بودن هم قدردان زحماتشون هستیم،
اما احساس میکنیم که نیاز هست که آدم‌هایی بیشتر وارد فضاهای حاکمیتی بشن که بیشتر میفهمن، یعنی خودشون از این بدنه هستن، استارتاپی ان، دغدغه استارتاپ رو میفهمن، شتاب دنده رو میشناسن، فضای کار رو میشناسن، یه خونه تازه‌ای این یه خونه تازه بشه. اما به نظر من یکی از مسائل خیلی مهم که حالا حامد هم اشاره کرد، ما اگر به هر حال بعد از نزدیک یک دهه، حتی بیشتر از یک دهه به وجود اومدن این اکوسیستم نوآوری، ما در واقع یک استارتاپ قدیمی ما که حالا بلوغ پیدا کرده 2 تا 3 تا از اینا بتونن واقعا آی پی او کنن، یعنی اون چرخه‌ای که از روز اول قرار بود اتفاق بیفته که 2 نفر آدم با هم دیگه یه کار رو شروع میکنن، سالها کار میکنن، ولی در نهایت بعد از 10 سال کار کردن منفعت اصلیشون رو ببرن و این منفعت فقط به خودشون نمیرسه بلکه به هزاران کارمندشون، مشتریانشون و کل در واقع بازار سرمایه میرسه. تا این اتفاق نیفته و این در بسته باشه و این آی پی او اتفاق نیفته، نمیشه چشماندازی داد به جوانایی که امروز شروع میکنن. یعنی ما نمیتونیم الان بهش بگیم که خب شما بیا 10 سال عمرت و جوونیت رو بذار پای این کار، شاید در 10 سال دیگه به این نقطه رسیدی، این اثرگذاری داشتی. ما امیدواریم که حالا در دولت جدید این در باز بشه، بالاخره 2 تا از این شرکت‌های خیلی معروف هم که هستن و پشت در بورس هم هستن بتونن برن تو، حداقل یه بخش سهامشون رو عرضه بکنن. و حامد، به عنوان سوال آخر، تو آینده رو چطور می‌بینی به خصوص توی اکوسیستم نوآوری، فناوری و استارتاپی؟ اگر بخوایم آینده رو از امروزمون ببینیم، آینده خوبی نیست. نه پول هست، نه انگیزه هست، نه نیروی انسانی هست، نه سرمایه خارجی هست، نه انگیزهای داخلی برای اینکه دنبال توسعه باشیم و همش هم دنبال محدود کردن. شرایط اینترنت و فیلترینگ هم که نور علی نوره. از من یه بار سوال کردن که چرا داری این کار رو انجام میدی؟ گفت همه شتاب دهنده که معرفی می‌کنن ما دیوونه‌ایم. گفتم ما عاشقیم. اگر عاشق این کار نبودیم، اگه عاشق این اتفاق نبودیم، ما هم میذاشتیم میرفتیم. خیلی راحت‌تر بود برای من زندگی کردن توی فضایی که این دغدغه‌ها رو نداشته باشه و بتونم یه زندگی آرومی رو داشته باشم. ولی خودمون سرمون درد میکنه برای اینکه با این جوونا سر و کله بزنیم، کمک کنیم بتونیم این اتفاق رو به وجود بیاریم. ولی واقعیتش آرش این همه مهاجرت فقط دلیلش به خاطر اینه که ما شرایطی اینو نداریم که با آدما کمک کنیم رشد کنن. ان شاء الله این اتفاق بیفته. مرسی حامد و سهیل عزیز، براتون آرزو بهترین ها دارم. براتون برای همونوا ممنونم. با حامد انتظاریان و سهیل عباسی از همونوا گپ زدیم و به هر حال چالش‌ها رو بررسی کردیم، فرصت‌ها رو دیدیم و از آینده گفتیم. امیدواریم اتفاقای خوبی رو شاهدش باشیم به زودی در آینده. بریم و بخش دیگه از کارخونه نوآوری آزادی رو با هم بریم. سلام ارادت به برنامه ما. سلامت باشید. در زاویه هستیم. در مورد زاویه بهمون بگو چیه، داره چیکار میکنه؟ زاویه فضای کار اشتراکیه که از سال 97 بود که شروع به کار کرد و 6 سال تو این چند ساله که فعالیت کرده خب خیلی از تیم اومدن رفتن، فریلنسر هستن. کارش هم اجاره و فضا و میز نیست. اینجا بچه‌ها عضو میشن و صرفاً هم این نیست که بیان کار کنن و برن. کامیونیتی داریم، ایونت‌های مختلف داریم، کارگاه مختلف برگزار میشه. این شبکه سازی و ارتباطات بیشتر رو اون تمرکز داریم. خیلی خوبه. و الان اگه آمار بخوای بدی، البته الان تقریبا قبل از ظهر و جمعیت آیتی یه ذره دیرتر میان، چه تعداد تیم یا فرد اینجاست؟ تقریبا اگه تیمی بخوایم بگیم هولوش 10 تا 20 ما اتاق هم داریم تو فضای اختصاصی که تو فضای اختصاصی 30 تا فضای اختصاصی داریم که اون حالا تیم‌ها و استارتاپ‌ها و شرکت‌های مختلف دارن کار میکنن. اما فریلنسری بخوایم بگیم روزانه حالا هولوش 200 نفر اینجا رفت آمد دارن. حالا فریلنسر حالا ما عضویت روزانه داریم، ثابت داریم، منعطف که حالا
مدل اینا با هم متفاوته. و خب چالش ها زیاد هستش. یکیش خود کارخونه است که خب یه مقدار سرانجامش یا آیندهش مشخص نیست. به هر حال این شاید آزاردهنده باشه، اذیت کننده باشه. حالا فکر می‌کنم خدا رو شکر تا لااقل 1 سال بعد مشخص شده. یکم از چالش‌ها بگو وقتی فضای کار اشتراکی هست توی یک محوطه‌ای که شاید در واقع صدها نفر توش هستن، چه چالشایی رو دارید؟ در حال حاضر بزرگترین چالشمون که سال پیش درگیرش بودیم همین داستان وضعیت کارخونه بود که واقعا وقتی من خودم با بچه‌ها صحبت می‌کردم، چون اینجا صرفاً فضای کارشون نیست، جاییه که بیشتر تایم روزشون رو اینجان و خیلی نگران بودن، خیلی ناراحت بودن از این داستانی که قرار برای کارخونه پیش بیاد که حالا به قولشون تا آخر امسال حله. حالا امیدوارم که بیشتر این فضا اتفاق بیفته، چون فقط زاویه نیست کارخونه خب کلی سلوهای دیگه داره، اونها هم فضای کارن. اکوسیستم استارتاپ ایران رو به نظرم بخوایم تعریف کنیم میشه همین کارخونه نوآوری آزادی و موندگاریش خیلی مهمه. چالش‌های دیگه داریم که من حالا خیلی با بچه‌ها در ارتباطم صحبت می‌کنم، وضعیت اینترنت، فیلترینگایی که هست. خیلی از بچه‌ها میخوان با کشورهای دیگه کار کنن و یه سری مشکلاتی دارن که برای بقیه کشورها و بقیه اکوسیستم‌ها اصلا این مشکلات وجود نداره. مثلا من خودم یکی از دوستان بود که اینجا می‌خواست فعالیت کنه، با برند نایکی حتی داشت پیش میرفت که وقتی که فهمیدن حالا از ایران هست و ایرانی هست و جلسه مصاحبه رو ادامه ندادن. یعنی یه سری چالش‌های این مدلی هستش که رفعش خیلی سخته به نظرم و چیزی نیست که از ما بتونیم از پاسش بریم. و اینکه بعضی جاها فکر می‌کنم در واقع رزرو شده هست، یعنی اگر فریلنسی میاد یه جای محدودی میتونه بشینه، درسته؟ آره ما اینجا فضاهای سن و فضا داریم. منعطفه، یعنی عضویتمون به صورت منعطفه، یعنی بچه‌ها میان یه سری قسمت‌های از زاویه براشون تعبیه شده که همون جایی که خالی بود میتونن بشینن و کارشون رو بکنن هر زمانی هر روز که اومده. یه بخشی داریم که عضویت ثابته که بچه‌ها میتونن سیستمشون رو بذارن، بعد اتاق جلسه داریم میتونن از اون استفاده کنن و یه سری امکانات دیگه، کمد داره، کمد اختصاصی داره، لاکر داره، میتونن از اون استفاده کنن. و یه بخشی هم داریم که روزانه است که میتونن بیان روزانه عضو ما بشن، عضو زاویه بشن و از اون امکاناتمون استفاده کنن. و به عنوان آخرین سوال سعید، آینده فضای کار اشتراکی رو چطور پیش بینی می‌کنی؟ به چه سمتی میره به نظرت؟ به نظرم خیلی داره رو به رشد این داستان. اگه یه سری محدودیت‌ها رو در نظر نگیریم، یه سری اتفاقاتی که داره میفته در نظر نگیریم، به نظرم استفاده از فضای کار اشتراکی خیلی داره گسترش پیدا میکنه. چون اینجا هستیم بچه‌ها دیگه رنج سنیایی که دارن میان اینجا 15 16 سال بچه‌ای هستن که دارن شروع به کار میکنن و ما باشون صحبت میکنیم میبینیم چقدر آدمای قوی هستن با اینکه سن و سالشون کمه، تو حوزه‌های مختلف خیلی خوب دارن کار میکنن و این خیلی داره گسترش پیدا میکنه. بله، برای تو آرزو بهترین ها دارم از زاویه. خسته نباشید. با سعید بختیاری صحبت کردیم که مدیر روابط عمومی زاویه و هم‌آوا هست و قرار هست امروز گشتی در کارخانه نوآوری آزادی بزنیم، بریم و بخش دیگر رو با هم ببینیم. خانم زمین سلام، وقت شما بخیر. وقت شما هم بخیر. ممنون. مرسی. در مورد کارتون بگید چیکار دارین می‌کنین؟ ما اینجا با همسرم تقریبا یه گروه تبلیغاتی داریم به اسم شین که کار تبلیغات انجام میدیم. من رشته تحصیلیم گرافیک است و در واقع گرافیک دیزاینر هستم و همسرم هم کار 3D در واقع 3D آرتیستن و کار موشن و کلا همه نوع تبلیغات تلویزیونی و چاپی انجام میدیم. یک کسب کار خانوادگی. جان؟ میگم یک کسب کار خانوادگی. بله تقریبا. بله. اسمش هم شینه. بله. و اینکه توی زاویه چند وقت اومدید؟ ما تقریبا 5-6 ماه هست اومدیم و از طریق که دوستان با اینجا آشنا شدیم. قبلش خونه بود یا قبلش آفیس بود؟ آفیس بود ولی احساس کردم اینجا به دلیل اون کامیونیتی که داره بسیار به نظر من برای کار ما خیلی لازم بود. یعنی اون آفیسی که ما داشتیم خب مشتری خودمون رو داشتیم ولی اینجا به نظر من خیلی بابت اون لینک هایی که به وجود اومد، یعنی ما خیلی از مشتری هایی که اخیراً داریم از طریق خود همین زاویه در واقع باهاشون آشنا شدیم و ترجیح دادیم که ارتباطمون به این شکل گسترده تر بشه. یعنی یه جورایی اینجا حتی به نظرم باز هم یه تیمی هستیم ولی با یه وسعت زاویه، یعنی جدا از تیمی که خودمون داریم. وسعت زاویه خوب بود، به زاویه هم میخواد. و اینکه این چند وقتی اومدید پروژه اینا هم گرفتید اینجا؟ بله. تاثیرگذار بوده. ما حتی خود اینجا یعنی با خود زاویه و هم‌آوا برای نمایشگاهشون کار بروشور، کاتالوگ و موشنشون هم خودمون انجام تهاتر بوده یا پول گرفتید؟
پول گرفتیم. پول گرفتی. خوبه. مرسی. و اینکه مهمترین چالشتون چیه حالا، چه در فضای کار اشتراکی چه کسب کار خودتون چیه؟ مهمترین چالشمون در واقع حالا چالش در واقع مثبتش رو در نظر بگیریم اینه که اون در واقع یه جوری رضایت کارفرما بوده و سرعت در انجام کارمون بوده و اینجا انقدر آرامش داریم، انقدر راحت میتونیم فوکوس کنیم روی کارمون با تمام اینکه با همه بچه‌ها در ارتباطیم، ولی به نظر من جزو بهترین چالش‌ها بوده. یعنی من خودم به شخص فکر نمی‌کردم توی همچین محیطی بتونم کار کنم، چون بالاخره کار ما هم نیاز به تمرکز داره. برای حالا هر ایده‌ای که می‌خوای برای طراحی بدی، برای تبلیغات بدی، ولی واقعا من اینجا خیلی از این بابت راضی بودم. و یه سری خب حرف حدیثا هست برای کارخونه، شاید مثلا اجارش تموم شده و اینها، نمیدونم در جریان هستی یا نه و تاثیر ممکنه بذاره تو کاره. البته فعلا تا آخر سال که تمدید شده. ما دقیقاً اوایل که اومده بودیم این حرفا بود. دقیقاً قبل عید بود دیگه و باش اومدن ما این داستان شروع شد. هم پا قدم شما و دقیقاً اینجوری بودیم که شانس ما هم هزینه ها بالاخره تغییر کرد، همین که این استرس وجود داشت که ممکنه هر آن. حالا کار ما اینجوریه که ما ابزارمون سیستممونه، یعنی شاید خیلی لوکیشن تغییری تأثیری توی کار ما ایجاد نکنه، ولی انقدر محیط جذاب بود و انقدر احساس میکنم به قول یکی از دوستامون یه سری نابغه جز خودم حالا از تعریف نباشه اینجا حضور دارن، خیلی حیف بود. یعنی ما یه سری شغلا مشاغلی و اینجا باهاش آشنا شدیم که اصلا من نمیشناختم اصلا وجود داره، یا مثلا ما سایت داریم، طراح سایت نیاز داشتیم و آوتسورس میشد و بعد ارتباط پیدا می‌کردیم بیرون از اینجا هر مشکلی داریم همینجا حل میشه. و این استرس رو واقعا داشتیم و اردیبهشت ماه بود فکر میکنم که گفتن تمدید شد، یه نفس راحتی کشیدیم. و مدلتون ماهیانه است، سالیانه است؟ ماهیانه است. ما ماهیانه است. فعلا هست. فعلا هست. تا بیرونمون نکنن هستیم. ممنونم از وقتی که گذاشتید براتون آرزو بهترین حال دارم. ممنونم. مرسی از شما. سلامت. علی آبایی سلام، وقتت بخیر. سلام، ممنون، زنده باشین، قربون شما. شما تیک‌دی دارید، چیکار میکنه؟ ما خدمات تو حوزه شبکه‌های اجتماعی به خصوص اینستاگرام میدیم و به کسب و کارها کمک میکنیم که رشد کنه. چقدر خوب. بیشتر چه کسب و کاری میان سراغت؟ بیشتر چه افرادی میان؟ مخاطب تو کیان؟ ببین همه آدما هستن، بیشتر شاید آدم‌هایی که میخوان از صفر شروع کنن و مثلا کسب و کارهای اینستاگرامی اولین کسب و کاری که برای خودشون دارن کار میکنن. شاید سنتی ها بیشتر. نه مردم عادی که میخوان یه کسب و کار آنلاین داشته باشن. و چند وقت اومدی زاویه؟ من مرداد که بیاد میشه 5 سال. جزو قدیمیایی. آره. تو 97 شکل گرفته. آره. چه خوب. و خیلی سخت بود اون موقع ها اومدن. مثلا خب فضای کار اشتراکی تو تهران نبود به اون صورت. زاویه فوق‌العاده بود. یعنی فیلتر داشتن و یادمه مثلا چند ماه ما منتظر بودیم تایید شیم و مثلا هی پیام میدادیم و اینا. چه جالب. و مهمترین چالش خودتون چیه؟ مهمترین چالش من که فیلترینگه. خب که چون وقتمون رو تو طول روز تلف میکنه. شما اصلی هم روی اینستاگرامید. بله. ولی به جز اون واقعا چالش دیگه ای نداشتم تو این سالها. خوبه. باقیشو تونستیم حل کنیم. و فکر میکنی که کی به دردش میخوره که بیاد تو فضای کار اشتراکی؟ ببین حالا چه فرد چه خیلی تیم؟ سوال خوبیه این. به نظر من همه. ببین شما وقتی میای تو فضای کار اشتراکی با آدم‌هایی داری روبرو میشی که هدف دارن. حتی اگر تو کارمند یه اداره‌ای هستی، بیا اینجا با آدم‌ها حرف بزنی اصلا یه آدم دیگه میشی. به نظر من حتی اگر ادارات هفته 2 روز کارمنداشون رو بفرستن توی یه همچین جاهای ریموت برشون کار کنن، عالیه. کسایی که میخوان از خودشون کار کنن، عالیه. کسایی که الان میخوان یه چیزی یاد بگیرن، نرن کتابخونه، بیان اینجا یاد بگیرن که بعد بتونن استفادهش کنن، عالیه. خیلی عالی. برات آقای آبایی آرزو بهترین حال. قربون شما، زنده باشین.
سلام، خوشحالم می‌بینمت. به سلام. برنامه ما خوش اومدید. سلام، شما خیلی خوش اومدین به ویکست. منم خیلی خوشحالم میبینم. فکر کنم برنامه قبلی البته شما رو که زیاد دیدیم ولی برنامه قبلی این مدیومون فکر کنم 4 سالی ازش گذشته. آره 5 سال شد قبل 5 سال. کرونا 98. آره ما اتفاقا ویکست اومدیم و آره چه تغییراتی کرده صابر تو این 5 سال حالا ویکست؟ آره حالا کلا دنیا که خیلی تغییر خیلی. کرده اصلا عجیب غریب. قبل از کرونا و بعد از کرونا. آره دقیقاً. طبیعتاً برای ما هم خیلی فضا متفاوت شد. بالاخص خب کرونا توی منطقی به صنعت ما خیلی کمک کرد دیگه. توی منطقی دمشون گرم خفاش خوردن و کرونایی به وجود اومد. آره به این واسطه که خب بالاخره واقعیت اینه که تا قبل از کرونا خیلی از حوزه‌های خدماتی که چه ما چه تیم‌های زیر مجموعه‌مون و استارتاپ‌هامون میدادن کلا از نگاه بیرونی خیلی‌ها به دید هزینه بهش نگاه می‌کردن. یعنی نمیدونستن که یک اقتصادی داره یا مثلا از منظر سرمایه‌گذاری میگفتن اصلا اینکه اقتصاد مثلا فرهنگ اقتصادی نداره که. و اینکه ما از اون موقع تا به حالم توی زنجیره در واقع صنعت محتوا روی انیمیشن خیلی جدی سرمایه‌گذاری کردیم و پشتبند اون هم عملاً توی صنعت صدا و موسیقی هم در واقع فعالیت کردیم. یعنی تغییراتی که کردیم یه بخشی تغییرات توسعه‌ای از جنس مارکت و خدمات جدید بود، یه بخشی خب تیم‌های جدید سرمایه‌گذاری رو تیم‌های جدید بود که حالا هر کدومون نیازه من باز می‌کنم و توضیح میدم. حتی ساختمان‌های جدید گرفتید و تیم‌ها از اینجا یه ذره جابجا شدن رفتن جای جدید و یعنی گسترش از لحاظ فیزیکی هم بوده. یه کار جدید هم شروع کردی فیوچر آف ایران و فکر کنم در راستای همین صنعتی شدن است. بله. آره یه بخشیش ما باز میگم ما چون استارتاپ استودیوییم عملاً یه ذره می‌ریم خلا شناسایی می‌کنیم میایم و ببینیم آره چه کاری میشه برای اون خلایی کرد. خب حالا این تیکش به واسطه این که خود من مدیریت تکنولوژی خوندم و تو انجمن مدیریت تکنولوژی هستم و بالاخره با صنایع بالغ کار میکنیم و در واقع فعالیت رو داریم، یه دقیقه لنزمون رو اگر از روی اکوسیستم استارتاپی بیاریم بیرون، زوم اوت بکنیم ببریم رو جاهای دیگه، خب خیلی جاها فناوری‌های واقعا گسترده‌ای دارن. یعنی شما وقتی مثلا میرین فولاد مبارکه رو می‌بینین، وقتی میرید مثلا پتروشیمیا رو می‌بینین، نمیدونم هلدینگ خلیج فارس رو می‌بینین، میرید تو لوازم الکترونیک، میرید تو لوازم خانگی، تو جاهای مختلف خیلی شرکت‌ها آرندی‌های جدی دارن، روی حوزه فناوری خیلی کار میکنن. ولی به واسطه اینکه ساختارهای صنعتشون بالاخره خیلی بالغه، سنتی قدیمی بوده و اینا، ما تو اکوسیستم استارتاپی خیلی خوب بلدیم اینا رو شو بکنیم. منظورم شو آف نیست، منظورم اینه که خوب بلدیم اینو ترویجش بدیم. اما خب تو صنایع بالغ واقعیتش اینه که این فضاها نیست. یعنی یه بحث تجربه نگاری فناوریه که اصلا خود فناوری تجربه نگاریش انجام شه. یه بحث ترویج فناوریه. باز تو بحث ترویج فناوری ما وقتی یه فناوری داریم میخوایم فناوری رو مارکت کنیم نه یه پروداکتو، خب تو دنیا خیلی عقبه داره، ادبیات داره. من همیشه مثالم روش اینه، میگم که پدر مادرای ماها خیلی راحت اسنپ تپسی میگیرن. مفهوم پلتفرم به عنوان یک فناوری رو خیلی خوب بازیگران اون صنعت اومدن ترویج کردن که پدر مادر بزرگ من هم میدونه که این با اون آژانس فرق داره. این اسنپ یه جاییه که اگه امروز من یه ماشین گرفتم رانندش خوب نبود فردا میگیرم یکی دیگه است. یه دقیقه بریم عقبش میدونیم یه مفهوم تکنولوژیک پلتفرم و خیلی هم پیچیدگی داره. اینا اومدن خوب فرهنگ سازیشو کردن. ولی مثلا احتمالاً تکنولوژی های اسمارت هوم، احتمالاً آیوتی کاربرد بیشتری برای پدر مادر من و شما و پدر بزرگ مادر بزرگامون داره. ولی چه اتفاقی توش افتاده؟ رفتن مثلا به مادر من گفتن که آیوتی، گفته چی؟ گفتن اینترنت آف تینگز. گفته یعنی چی؟ گفتن اینترنت اشیا. گفته یعنی چی؟ گفته این اتوت به اینترنت وصل میشه. با اون گفته اصلا نمیفهم چی میگی. در صورتی که این رو اگر به زبان دیگری میگفتی اسمارت هوم خیلی کار کردش برای پدر مادر ما بیشتره تا اسنپ تپسی، تا پلتفرمی. این مباحث رو بهش میگن ترویج فناوری دیگه. یعنی یک تکنولوژی رو ما وقتی میخوایم ترویجش بدیم، کسی من حداقل دیدم خلایش وجود داره و کسی تمرکز روش نکرده. و سومین حوزه بحث آینده پژوهی فناوری. یعنی باز من تو صنعت خودمون مثال میزنم. اتفاقی که معمولا میفته، فرض کنید الان بخوان یک صندوق انیمیشن در ایران راه بندازن، مثلا با یه صندوق 1000 میلیاردی مثلا بخوان یه CVC راه بندازن، بهترین حالتش و ایدئال ترین حالتی که میتونیم متصور بشیم ازش اینه که یه آدم خیلی این کاره حوزه انیمیشن رو میذارن بالا سر
اون فضا و اون آدمم میگه خب مثلا با 1000 میلیارد میشه مثلا 15 تا فیلم سینمایی در حد جهانی مثلا تولید کرد در ایران. میره و پول میده و اینو تولید میکنه و خیلی اتفاق خوبیه ها. ولی من همیشه میگم و یه استپ برگردیم عقب‌تر. اصلا شما بیا یه پتنت آنالیز بکن، بیا پتنت های حوزه انیمیشن رو ببین به کدوم سمت داره میره. آیا این تجهیز وکامی که من الان دارم تو مجموعم و آدمه داره روش طرحشو میزنه 4 سال دیگه هم اینه، یا 4 سال دیگه آدم پرامپت میزنه تو هوش مصنوعی و مثلا به کاراکتر میرسه. اگه داره اون کاره رو میکنه، اگه من باید چیزی رو توسعه بدم، برم پتنت آنالیز بکنم، برم تکنولوژی آنالیز بکنم، بفهمم ترند آیندهش چیه. ممکنه من اون صندوق 1000 میلیاردیه باید 100 میلیارد برم جی پی یو وارد کنم. یعنی این سه تا کلید واژه، تجربه نگاری فناوری، ترویج فناوری و آینده پژوهی، ما دیدیم تو این سه تا خلأ وجود داره. و خب عملا این جدیدترین در واقع کسب و کاریه که شروعش کردیم و راه انداختیم و شروعش هم با محتواهای فعلا رسانه‌ای بوده که اصلا این ادبیات رو بیایم جا بندازیم، آدمای فناور رو بیاریم، کاری که خودت تو اکوسیستم به بهترین نحو انجام دادی این رو یه ذره توسعهش بدیم تو جاهای دیگه. فناورای مهمی که تو کشور هستن ولی حوزهشون حوزه‌های تخصصیه، مثلا طرف تو یه حوزه مثلا مهندسی مواد پتروشیمیه، اونو بیاریم بگیم حالا تو تجربتو بگو. یه انتقال تکنولوژی تو مثلا حوزه پزشکی داشتیم، اون بیاد بگه نمیدونم واکسن رازی 10 تا واکسن مثلا دام تولید کرده، بیایم اونو بگیم داروی مثلا سینووکس رو بیایم تجربه نگاریشو بکنیم، آدم‌ها رو تشویق بکنیم که این کاره رو کنار کارشون انجام بدن. خیلی عالی. به عنوان آخرین سوال صابر جان، با توجه به اینکه حالا از AI هم گفتیم و هوش مصنوعی و قطعاً کاربردی که خیلی زیاد میتونه در حوزه محتوا داشته باشه و تدوین و افکت‌ها و خیلی اتفاقای دیگه، آینده صنعت محتوا رو چطور پیش بینی می‌کنی و فکر می‌کنی به چه سمتی میره؟ حالا تو دنیا شاید یه ذره فرق داره، تو ایران متفاوته. ببین واقعیتش اینه که حالا حداقل آدم‌های صنعت محتوا خیلی‌هاشون ما وقتی باشون صحبت می‌کنیم یه گارد جدی دارن و مثلا گاردشون اینه، میگن اون تاچی که مثلا من هنرمند میزنم به یک اثر و اینا مثلا هوش مصنوعی نمیتواند بزند. یا مثلا من با یه دوستی صحبت می‌کردم میگفتش که مثلا هوش مصنوعی زاهدان رو میشناسه، گفتم زاهدان رو قطعا بهتر از من و تو میشناسه و تهران هم بهتر از من و تو میشناسه که تو تهران داریم زندگی میکنیم، چون اصلا اون یه بیگ دیتایی داره تحلیل میکنه که اصلا نیست. ما راستش از همون اولی که حالا شانس خوب یا بد ما خود هممون تصورمون این بود که AI و اینجور چیزا مثلا از اتوماسیون‌های صنعتی شروع میکنن تا به ماها برسه طول میکشه. عدل اومد از تو کریتیو و از توی حوزه خلاقه در واقع بلخص جنراتیو AI شروع کردن و دارن توسعه پیدا میکنن. ما از همون اول راستش مقاومتی نداشتیم و اتفاقا خیلی پرواکتیو الان توی فرایندا تیم متمرکز هوش مصنوعی نداریم، ولی تو هر تیممون در واقع متمرکز، چه تو ساید تبلیغاتمون چه تو انیمیشنمون، سواریم روی ابزارهایی که دارن میان و اتفاقا خیلی بسیار زیاد به ما کمک کرده تو توسعه. به خصوص انیمیشن. بله به خصوص در انیمیشن. به نظرم برای صنعت ما، من حداقل خوشبینم. من خیلی اینجوری نیستم حالا مشاغل رو تغییر میده، خب تغییر میده دیگه. ما قبل اسنپ تپسی چجوری بودیم، بعد اسنپ تپسی چجوری بودیم، زندگیمون رو بهتر کرده، اوضاعمون رو بهتر کرده. آره خیلی، ولی صنعت رو حتما تغییر میده. فرصتی هم که در ایران به نظرم تو صنعت ما هست، اتفاقا آدمایی که الان میرن این لگ زمانی که همیشه ما کشورمون داشته با کشورهای دیگه، این لگه رو خیلی خوب میتونیم از هوش مصنوعی روش استفاده بکنیم. عالی صابر جان، خیلی ممنونم. برای تو و ویکست آرزوی بهترین ها دارم. لطف داریم، متشکر. منم همینجور خیلی خوشحالم شدم. آره بعد چند وقت گپ متمرکز رو ویکست داریم. آره قطعاً. با صابر جان خسروی مدیر مرکز آماری ویکست گفتگو کردیم در مورد محتوا، چالشایی که داره و آیندهش صحبت کردیم. همچنان در ویکستیم و یه دور میزنیم. حسام خسروی، خیلی خوش اومدید به برنامه ما. خیلی ممنون از شما، تشریف آوردین. خوشحالم بعد از مدت. آره حالا ما که زیارتتون کردیم، ولی آخرین بار برنامه‌مون 5 سال پیش بود که با همین ایده پردازان ویکست رو گرفتیم. بله. و دیگه شما سرمایه‌گذاری نکردید با ادونچر. یکم از این بگید که چی شد 5 سال 6 سال سرمایه‌گذاری نکردید؟ خب واقعیت آرش میدونید ساختار ادونچر ساختار LPGP بود و قرارداد سرمایه‌گذاری ما با LP یه قرارداد 3 ساله بود. ما سال 96 شروع کردیم و تا اواخر 99 در واقع سرمایه‌گذاری کردیم. تو این 2-3 سال هم صرفاً مدیریت پورتفولیو و مدیریت شرکت‌ها بود، در واقع نقش شرکت داریمون رو ایفا کردیم.
و چند تا از اون استارتاپایی که حالا سرمایه‌گذاری کردید و باز بگید شاید مخاطبا ندونن شما سرمایه‌گذاری کردید. من به ترتیب زمان میخوای میگم. آره. ما با پاکلین شروع کردیم که اون موقع از شتاب دهنده خوشرویی آنلاین، خوشرویی آنلاین پاکلین از در واقع پارک دانشگاه تهران کارش شروع کرده بود، خیلی نوپا بود و خب الان خدا رو شکر پاکلین با 15 تا کارگاه بزرگ داره کار میکنه و فکر کنم پرچم دارم از تو این فکر میکنم توی خوشرویی‌های آنلاین یکی دو تا پلیر بیشتر نموندن، چون زود شورم نمیدونم هست. منم واقعا نمیدونم نگم همه دوستان خب سالها زحمت کشیدن. بعد از پاکلین ما در مامپس سرمایه‌گذاری کردیم که خدا رو شکر مامپس هم الان وضعش خیلی خوبه. هستن هنوز تبسم لطیفی همسر؟ بله آره، تبسم و مهدی ایرانن و عضو هیئت مدیره سهام دارن. بعد از مامپس تو میاره سرمایه‌گذاری کردیم که خب اونم خدا رو شکر همین وضع داره، خیلی تو این چند سال به شدت رشد کرد و سرمایه‌گذاران خیلی بزرگ و جدی‌تری وارد شدن. بعد از اون بیمه بازار رو سرمایه‌گذاری کردیم. بله، معارض فرحی و خب اونم تغییراتی در ساختار مدیریتیش داشت. معارض الان خودش رئیس هیئت مدیره است، محمد کلانتری الان مدیر عامل شده و خدا رو شکر اونم خدا رو شکر بیلبورداشو می‌بینیم. آره دیگه رشد خوبی داشته و در نهایت هم ایوند که امیررضا احمدیه که خب دوست مشترک هر دومونه. ایوند هم چالش‌های کرونا رو به خوبی پشت سر گذاشت و یه سویچی کرد رو آنلاین. بله. الان هم داره توسعه میده مدل کسب و کارشو، در واقع حالا ان شاءالله به زودی خبراش شنیده میشه. ما 2 تا اینوست دیگه هم داشتیم. یه دونه تیم آپ بود که متاسفانه توی ایام کرونا فیل کرد با عطای افتخاری و تیم خیلی خوبش. اینوست دوممون هم اسکارت بود که فناوری محور، خیلی زیاد فناوری توش موجود بود، نتونست تجاری بکنه. حوزه هنری بود؟ آرتش؟ نه، اسکارت در واقع مکانیابی دقیق در اون ساختمان بود. این دور نویگیشن مارکتینگ بود که ما برای AR و VR شاید ببین در واقع ترکیبی از انواع اتصالات، یه جور میشه گفت IoT بود. حالا دوستان با صابرم صحبت می‌کردیم، رفتید رو محتواهایی مثل تولید انیمیشن و اینها که به نظرم خیلی کار خوبی کردید. ما دقیقاً توی این حوزه جلویم شاید از خیلی از کشورهای حتی همسایه و همینطور بازی سازی. میشه گفت که یه جورایی شاید اون پولی که برای سرمایه‌گذاری بود تو ادونچر اومده روی حوزه تولید محتوا به خصوص انیمیشن یا نه؟ ببینید من اینجوری عرض می‌کنم، اگر الان برای ادونچرز منابعی بیاد، برای ما خیلی جذابه که اون منابع رو بتونیم بیاریم توی زیستبون محتوا، چه در لایه زیرساخت، چه به ویژه هوش مصنوعی و انیمیشن، یعنی بین رشته هایی که با حوزه محتوا هوش مصنوعی میتونه ارتباط جدی ایجاد بکنه. ولی تا الان نه، در انیمیشن سرمایه‌گذاری خود ویکست بوده. ویکست از محل منابعی که داشته، حالا درآمدهایی که داشته یا هر منبع دیگه‌ای که در واقع تونسته تامین کنه، خودش اومده در انیمیشن سرمایه‌گذاری کرده و منبع از جای دیگه یا به ویژه ادونچرز نداشته. و جذاب بوده این حوزه انیمیشن جذاب هست ولی چالش‌های خودش رو داره. فکر کنم خیلی واسه نزدیک به، یعنی خیلی به دنیا نزدیکه، یعنی موردی که ما میتونیم جهانی کار کنیم. خیلی. و شما هم تجربه ترکیه رو داشتید. ما خیلی مزیت داریم تو انیمیشن. مزیت خیلی زیاده. چند تا ایراد اساسی داریم. مهمترینش اینه که حاکمیت شرکتی توی این حوزه نیست. یعنی شما با گروه‌های بسیار زیاد و کارگاه‌های طرفید که اینها امروز سر پروژه 3 ماه سر پروژه نیستن، فریلنسی کار میکنن. این باعث میشه جذابیت درآمدهای ارزی، عدم ثبات به وجود بیاره، تیم‌ها اصلا بپاشن، امنیت شغلی نیست. خیلی از این بچه‌ها بیمه نیستن، خیلی از این بچه‌ها واقعا معلوم نیست مثلا این پروژه تمام میشه پروژه بعدی هستن نیستن به چه شکلی. ما کاری که کردیم سعی کردیم این رو یه ثباتی بهش بدیم در حد توانمون. یعنی استودیو در واقع کامل با نیروهای ثابت بیمه شده، حضور دائم، پروژه به پروژه درگیر باشن. این باید خیلی توسعه پیدا بکنه در کشور ما. یعنی مثلا ما حتما میتونیم بازار منطقه رو بگیریم، حتما میتونیم در مقایسه با کشورهایی مثل ژاپن که خب خیلی پیشرفتن تو این حوزه نگاه کنیم، حداقل ازشون یاد بگیریم. خب میبینیم اونجا مثلا 900 تا شرکت به معنی واقعی داره کار میکنه. ما تو ایران مجموع شرکتایی که تو حوزه انیمیشن کار میکنن جمع بزنیم شاید 10 تا هم نشه.
پس ما امسال بنیان ملی پویانمایی رو خواهیم داشت. به تا جایی که من میدونم مصوبهش که در دولت قبل انجام شد، یکی از عزیزان هم به عنوان مسئول تأسیس که ما خدمتشون بودیم جلسه‌ای داشتیم، هیئت مؤسس و هیئت امنا هم حتی فکر کنم تشکیل شده دیگه مجموعه ارشاد هم بشه. بله دیگه، و رئیس هیئت امناش وزیر ارشاد تا جایی که میدونم و همین ترکیبه. منتها خب خود به این تغییرات و تغییر دولت و اینا امیدوارم در دولت‌های دکتر پزشکیان این ان شاءالله جدی‌تر هم گرفته بشه، سریع‌تر هم تأسیس بشه و باعث ارتقای این صنعت ان شاءالله. دوستان شما همیشه خوشبین هستید. به عنوان آخرین سوال، آینده استارتاپ‌ها و اکوسیستم رو چطور پیش بینی می‌کنید؟ به خصوص تو استارتاپ‌هایی که دنبال جذب سرمایه و وی سی ها و سی وی سی ها و کسی که می‌خوان سرمایه‌گذاری کنن، چی میشه؟ من فکر می‌کنم نکته کلیدی اینه که باید باور داشته باشن به این که حوزه نوآوری یک الزام ضروریه برای کشور. ما دیوان سالاری بسیار خموده داریم، نوآوری میتونه اینو متحول کنه. دو، باور کنیم که ثروت آفرین این حوزه ها. و سه، اگر وارد نشیم اصلا تهدید محور نگاه کنیم. اگر ما تو این حوزه کاری نکنیم 20 سال آینده چالش‌های فوق‌العاده جدی حاکمیتی حکمرانی در کشور پیدا می‌کنیم. حسنا برای شما آرزو بهترین ها داریم. خیلی ممنونم. ریکست و ادونچر. ممنونم. منم برای شما آرزوی توفیق دارم. خیلی متشکرم از شما، از گروه خوبتون و انشالله که به زودی دوباره شما رو ببینیم و مثل گذشته ها برنامه طلوع شروع کنیم. یادش بخیر. خیلی ممنون. خیلی ممنون. متشکرم. همچنان در ویک هستیم و یکی از بخشایی که خیلی مهمه انیمیشن سازیه. در خدمت آقای امیر سرخیز هستیم. آقای سرخیز سلام، وقت شما بخیر. سلام خدمت شما. خوشحالم می‌بینمت. منم. قربون شما. آقا شما تهیه کننده و کارگردان انیمیشنید. یکم از کارهایی که شاید مردم دیده باشن برام بخواید بگید یا آشناتره به چیا میشه؟ به همین چیا. یکی از ما در واقع از سالی که خب من قبلش توی سینما فعال بودم و حالا کاری که قبلا کردم احتمالاً آشنا باشن باهاش، ولی از سال حدوداً سال 98 همه تمرکزمو گذاشتم روی انیمیشن. من البته خب با انیمیشن شروع کردم اومدم توی سینما. اولین کاری که توی استودیو کار کردیم یه مجموعه است به اسم چیا که چیا اولین مجموعه 4K تلویزیونه، تولید شده 4K تلویزیون. الان داره پخش میشه. بله الان هم داره پخش میشه و فعلا هم هنوز ظاهرا تنها مجموعه 4K انیمیشن تو تلویزیون که خب هم اون شبکه فراتر که مخصوص پخش 4K اون داره پخش میشه و حالا شبکه‌های دیگه و خب مجموعه موفقی هم بود. هم توی جشنواره پویانمایی در واقع تندیس طلایی بهترین اثر تلویزیونی رو گرفت همون سال بعد از تولیدش و خب توی خود سازمانم جزو توی اجلاس در واقع رسانه و فناوری تقدیر شد ازش به واسطه بهترین کیفیت تولید انیمیشن. تیمتون چند نفره؟ ما الان حدود 15 نفریم. البته 15 نفر به صورت ثابت اما دورکار. آره حالا ما یکی از ویژگیامون اینه که دورکاریامون از مثلا توی خود تهران، اصفهان، همدان، بلژیک و بعد مثلا تا فنلاند و اینا. آره یه ذره اونم البته در واقع به دلیل حالا بعضیاش اجباری بوده بعضیاش اختیاری. خب مثلا دوستانی بودن که باشون کار می‌کردیم و مهاجرت کردن ولی کارمون رو باشون داریم ادامه میدیم. به عنوان آخرین سوال، آینده رو چطور می‌بینید در حوزه خودتون تولید محتوای انیمیشنی؟ فکر کنید به چه سمتی میره؟ حالا به هر حال ابزار هوش مصنوعی هم اومده و حالا هوش مصنوعی کلاً یه به هر حال لرزه‌ای توی همه فیلدها، نه فقط توی، یعنی شاید مثلا من خودم یکی از کسایی هم که هم خیلی علاقه‌مندم به فضای هوش مصنوعی، هم مدام دارم ازش استفاده میکنم، خیلی هم ورکشاپ و این چیزا این طرف و اون طرف و نشستایی داشتم درماش، برای خودم ابزار جذابیه. اما واقعا نه به مفهوم یه چیزی که میتونه حالا جای نیروی متخصص رو بگیره. بیشتر همیشه هم گفتم شبیه یه دستیار خیلی فوق‌العاده بهش نگاه میکنم. اگه همینجوری بخوایم ترندایی که داره در طول این چند سال علل خصوص بعد از کرونا اتفاق افتاده نگاه کنیم، خب دنیا داره توجه بیشتری به انیمیشن میکنه، کلا این مارکت سایز هی داره بزرگتر میشه و خب وقتی نگاه میکنیم میگیم خب ایدئال اینه که من بتونم یه شیر کوچیک یک
درصد کوچیکی از این بازارها رو به هر حال بگیرم، چون این بازارها داره روز به روز بزرگتر میشه، منحصر به خارج هم نیست، همون افزایش بازاری اینجا هم داره توی داخل کشور خودمون هم اتفاق میفته. بحث ماجرای هوش مصنوعی هم اتفاقا یکیشه، یعنی ما خودمون به خیلی خزنده و بدون اینکه متوجه بشیم الان داریم به صورت مداوم ازش استفاده میکنیم. مثلا داریم باش ایده پردازی میکنیم، داریم باش اسکچ ابتدایی میزنیم، ایده داریم میگیریم ازش و البته کمک میکنیم به اینکه پروسه تولیدمون سریعتر بشه. هنوز خیلی حجم بزرگی از این مراحل تولید رو نگرفته، ولی من مطمئنم این چیزی که داریم صحبت میکنیم در موردش با یه نمودار خیلی با شیب تند و لگاریتمی سال دیگه ممکنه اینو خیلی زیادتر بشه، اما همچنان چیزی نیست که جایگزین اون نیروی خلاقی که داره توی استودیو انیمیشن کار میکنه رو بگیره، ولی خب خیلی سریعتر میکنه پروسه. خیلی عالی. برای شما و تیمتون آرزوی بهترین ها دارم. خیلی ممنون. موفق باشید، کاری بزرگ ببینید بیشتر از این.